إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف والنهى عن المنكر ولله عاقبة الأمور. همین آیات در سوره مبارکه حج خدا میگه که خب کسانی بودن که نمازاشون هم میخوندن، زکاتاشون هم میدادن، سیوم امر معروف میکردن، چهارم نهی منکر میکردن. بازم آن که نمازش هم میخوند، ایمانش زکات میداد، با در برابر امر معروف میکرد، با نهی منکر میکرد. حضرت عثمان میگه که همین آیت در شأن اصحاب پیغمبر نازل شده. اصحاب پیغمبر که همین چهار چیز با دنداناشون که کپیدگی بودن، نماز هیچ وقت ترک نمیکردن، هیچ وقت مالدارش به زکات نبود، امر به معروف حتما، نهی منکر. گفت همین چهار چیز که ما پایبند بودیم، کلید فتح دنیا در دست ما بود. کلید فتح دنیا برادران گفت در دست ما بود. هر جا که میخواستیم همونجا را فتح میکردیم میگرفتیم. ببین در مسلمان ها تصمیمش میگه، یعنی همیشه پیروزی نصیب ما بود. پس ای اشاره حضرت عثمان در زیر تفسیر میدم معلوم به دست برادران، نمازمون اگر نخونیم، ای زکاتامون که دور شیدیم، امر معروف نکردیم، نه از منکر که نکردیم، او کلید تای دست ما میگیرن. ما را دیگه الف گفتن نمیمونن. یه اشومی همین به نمازی هم برادران و این جمع رسیدنش امکان داره. خواجه حافظ میگه هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عشق، کسی را دیده که نمازاشو نمیخونه. خواجه حافظ میگه چیکار؟ و چیش میگه؟ هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عشق، با او نمورده به فتوای من نماز کنید. زنده هم که باشه جنازه‌شو کنید. زیرا که برادر عزیز این آدم در قطار آدمای هلاک شده است. زیرا پیامبر نازل میگه اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه من عمل الصلاه. اولین چیزی که میپرسد خدا در روز قیامت، نماز خوندی؟ سوال میگه نماز میشه. برای چرت از روز محشر که جانگداز بود، اولین پرسش از نماز بود. بعد نصیحت میکنه پس مکن در نمازها تقصیر، تا در آن روز باشد توفیر. و چم تقصیری نکرد، کوتاهی نکرد در نماز، تا در او روز دستی تر نماز بگیرن، نجات بده. ای برادرای عزیز، کمی معلومات در گردی این مثال، حتی یک قصه هم ما در باب همین آدمای نماز نمیخوانند قریب 4-5 جمعه صحبت رو داشتیم. در یکی از قصه را از کتاب ذهبی گفته بودم، از کتاب ذهبی کبایرش. در کتاب کبایر بابی تاریک الصلات است. میگه یک زن پیش حضرت موسی آمد، همین امام ذهبی آورده اومد، میگه که گفت که حضرت من زنا کردم، بعد زنا حامله دار شدم، بعد حامله دار شدن تولد کردم و بعد تولد کردن برده همون را زنده به زنده زیر خاک کردم که تا که در ملامت مردم نزنم. میگه باید گفت فهل توبه داره، توبه کنم. حضرت پیش اومدم، میگه حضرت موسی چه خیلی که ما روز یک کس میاد یکون گناهشو نقل میکنه کو مثال هست که ما آدم سیومین کوخی وقتی میگه به نام خدا به درجه شومش میبینی، به درجه در دلت نسبت به همون بدبینی پیدا میشه. اگر باید خیلی نباشه اون مردک با یک توفیق و با یک ترس پیش اومده نیتونیست نیا یکی رای حلش اومدگی او را نامید کن در کار نیست. حضرت موسی غضبناک شد، گفت از اونجا خیز گفت از پیشون دور شد که
این گپی تو زدی، این گناهی تو کردی، حاضر ممکن سنگ از آسمان ببارد تا از شومی تو گفت باز در یگان آفت و مشکلات نزنی. میگه زنک از حیبت حضرت ترسید بیرون برآمد رفت. همین زمان بود که حضرت جبرائیل آمد، گفت الله مهربان به تو سلام میگه. بعدا گفت که چرا بنده ای که آمده است به دست و پای خود او میخواهد که از گناهش توبه کنه، چرا ناامیدش کردی؟ الله مهربان میگه که میدونی که از این دبا نفر دیگر هم بدبخت است. مقصد همین بدبختی هم ندید تمام. میگه حضرت موسی گفت کیست اون بی سعادت؟ گفت کسی که نمازشون میخونه. کسی نمازشون میخونه از این کردار زشتی که این کرده است ای او دا این بدتره. برای همین دادرای عزیز اگر در مسئله نماز جدی باشید، نماز را خونید. بعد نماز خوبیش در همیه که ای همه کارهای بد من تو میگم دیگه، نه مقصد بیوای روسا تماشا کن میتونی، نه دیگه مقصد چشمت خوب نه چشم چرانی کرده میتونی، نه مقصد یکان در دلت میل گناه پیدا میشود. و برای که این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، خدا میگه نماز همین کارهای فحشا و منکر را من میکنه. خوبایده این هم حساب کنید که یک تربیتگر بشون. برکت بیابین خیلی. چند شید کنم همین روز ما سخت مونده شدیم، یک 7-8 معرکه گشتیم باشه، همش تا گپ زدیم، خیلی که برای می آمدیم.